جمعه 22 فروردین صبح باید میرفتم مغازه. بعضی وقتا میری تو لش میذاری تو زب سیری تو بند بعدش هم میری تو جمع میگنی جلو. خلاصه اینکه جاده خلوت، مغازه همه تعطیل. رفیقم یه سری چوب دست دوم آورد که برای سگش یه لونه درست کنه. چوبا یه مقدار رسیدگی نیاز داشت. الان داشتم با دستگاه کار می‌کردم، این ایده به ذهنم رسید که آموزش رنده‌کاری هم بذارم. خیلی دوست دارم ویدیو آموزشی بذارم و ایده رنده‌کاری اومد به ذهنم، چون رنده‌کاری چیز مهمیه و به نظرم به درد بعضی بخوره. خلاصه که اگه چیزی از نجاری خواستید یاد بگیرید بهم بگید تا براتون تهیه کنم ویدیوش. لون سگمونم تقریبا آماده است. اینجا هم دیگه روز تموم شد. اینم از پیتبول زیبا صاحب خونه چوبی امروز. و اما شب با خست‌ترین آهنگای روز دنیا رسیدیم به کافه. یکی دو ساعتی اونجا بازی کردیم و شبم تموم شد. پس کله کی هستون تو؟ ماییم؟ پارسا هم هست. این پارسا گاو حسونه. ستونا 22 فروردینم تموم شد. من مصطفیم و هر روز ساعت 8 ویدیو روزمرگی میذارم. هوامو داشته باشید خدایی.